حالتون چطوره؟ خیلی مخلصم آقا، من ورک موبایل، اما خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. رفقا ایونت جدید اومده، سی پی رایگان میده، بریم آموزشاشو بریم چجوری با بگیریمش و همین دیگه. گان جدید خیلی اومده، یه چیز جدید هم اومده، اسکین جدید، و بریم ببینیم چجوریه جریان. خب اینجا میرید توی بخش، بابا این کیه؟ میرید تو بخش گان لجند و اینا که باید بگیری رایگان. اینجا علامت سی پی اومده، سومی سی پی میزنید. روز اول یه دونه بهتون میده، 20 تا سی پی بهتون میده. برای بتل پس نمیتونید بزنید، برای بتل پس اصلا نمیشه زد. و اینم گان جدید، یعنی اسکین جدیده، اسکین خیفینیه. دانلود کنمش، اسکین سولت دانلود، اسکین خفنیه خدایش. گان، این دوتا گان جدیده و میتونید توی آلکاتراس اومده. بخشی انرژی ندارم یکم، و اینکه 11 نفره اون مبارک، یکم یواش دار صحبت میکنم. و میتونید اینجا هفته 320 تا بهتون میده، یعنی 3K حدودا بهتون میده. و برای بتل پس نمیشه زد. من دوتا گان زدم بچه، خیلی سگ شانسم، من نداد گان، ولی خوب واسه کدوم زدم؟ این زدم؟ نه واسه این نزدم، واسه این زدم، اینو داد. و واسه اینو داد. یه لحظه وایستاد سر اسکین، یه لحظه وایستاد سر گان، نداد. ولی بیشتر میخوام برای این بزنم، ولی برای این درصد شانسش بیشتر بده. یکی واسه این میزنم، یکم واسه این دیگه اگه شد. نداد. همین دیگه، فقط همینو بهتون بگم که جدید اومده ای بابام هی. و همین برید سریع بگیرید این چیزا رو. و حدودا بچه ها اونجوری که من شنیدم و ویدیوشو دیدم از آقای احمد لجند، و اون خیلی اخبارای خفنی میده، نه کلیک بیت نه هیچ. باید 40 مچ برید بازی کنید و چند بارم لاگین باید کنید، بازی رو لاگین کنید. هفته یه دیگه، هر هفته یه بار بهتون سی پی میده. و برای بتل پس اینا هم نمیشه با ای بابا. خب دیگه همین دیگه، تا ویدیوی بعد مخلصیم.